محله ارباب خاتون ناحیه سینا. کمبود مکتب والدین صدها خواننده را در این محل نگران کرده است. ساکنان این محله شهر دوشنبه میگویند طی 4 سال اخیر از مقامات پی هم طلب بنیادی مکتب را برای فرزندانشان دارند. زیاده از 1200 نفر خواننده از همین محله ما، محله کنستیتوسیا در نزدیکی ها یگان مکتب نیست که فرزندان ما در اونجا رفته تحصیل کنند. این رئیس محله را بنیاد یک کارخانه که به گفته ساکنان میبایست جای آن مکتب بنیاد شود بیشتر به تشویش گذاشته است. همین زمینه قریب 3 گکتار زمین امیره ساختمان کرده شدند. با یک گفته که اینجا در زاودی پلاستیک میشده است. والدان خواننده ها از آن نگرانند که فرزندانشان همه روزه با خطر روبرویند. زمستان پیاده میروند میآیند. رای چهارراه بیزه به کودک‌ها. خواهش ما همیه که مکتب شوه کودکامون تا میآیند که خاطر میشن جایش میشه ساعتی 8 آمدگی ان خانه پاشون تری آب. بازدیدی ما از مکانی که ساکنان میخواهند در آنجا مکتب بنیاد شود نشان داد. حالا کارهای آمادگی برای بنیادی کارخانه شروع شده است. مقامات ناحیه رودکی و سینای شهر دوشنبه از ساختمان کارخانه نو بنیاد در محله ارباب خاتون اظهار بیخبری نمودند، ولی قول دادند که این مسئله را مورد آموزش قرار میدهند. در ریاست معارف ناحیه رودکی گفتند در مجموع در ارباب خاتون یک مکتب الکی فعال است، ولی با بنیادی منزل‌های نو و افزایش اهالی مشکلی دسترسی خواننده ها به مکتب پیش آمده است. ده‌ها که نو بنیاد بسیار شدگی ایسونش این طرفی رو بزرگی وایای این طرف ده فقط همه دوای نو بنیاد قریب پیدا شدگی جای ساختمان مکتب نیست. با گفته این مسئول شروع از 1 ینوار سال جاری محله ارباب خاتون پوره به حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه گذشت و آنها باید به این مشکل رسیدگی کنند. در همین حال در حکومت ناحیه سینا گفتند مشکل دسترسی خواننده های این محله را مورد آموزش قرار می دهند. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان حدود 4000 مکتب فعال است که در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می کنند.